These videotapes would first appear ordinary to the unsuspecting eye. However, as you continue to watch, it becomes abundantly clear that something is wrong. So we're gonna fucking kill her and her friends. تقریبا یه هفته پیش یکی از کارفرماها بهم پیام داد و راجع به این موضوع با هم صحبت کرد که آیا من میتونم توی هیته جنایی هم ویدیویی رو درست بکنم و من اینطوری بودم که و این یه چالشی شد برای من، برای اینکه ببینم آیا میتونم واقعا همچین کاری رو انجام بدم یا نه. کارفرما یه ویدیویی واسم فرستاد که از قبل ادیت شده بود و این موضوع کلی دست من رو بسته بود، ولی باز با تمامی این شرایط من شروع کردم به انجام دادن این پروژه و بعد از اینکه خروجی نهاییش رو به دست آوردم داخل استوری خروجی نهایی رو استوری کردم و فیدبک های خیلی خفنی از سمتتون گرفتم و چون دیدم که بچه‌ها خیلی دوست دارن که بدونن که این پروژه چجوری تشکیل شده و قسمت‌های مختلفش واسهشون جالبه و جذابه، گفتم که زودتر از هر چیزی ویدیوشو واسهتون ضبط بکنم که بتونید به صورت کامل متوجه بشید که ریز به ریز چجوری این پروژه ایجاد شده و هر کدوم از این تکنیک‌ها تو عمق چجوری ایجاد شدن. قبل از هر چیزی هم باید مثل همیشه بگم که اگر که با این ویدیو حال کردید حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر که برای اولین باره که دارید چنل رو ببینید ممنون میشم که به چنل سابسکرایب کنید. واقعا بزرگترین حمایتیه که توی این برهه زمانی میتونید از من بکنید و از این بابت واقعا مطمئنم که بچه‌هایی که از قبل منو میشناسن همشون حمایت میکنن و واقعا خیلی خفنن. دمتون خیلی گرم. بیشتر از این صحبت نمیکنم، فقط باید بگم که فایل تمامی چیزایی که من دارم توی این ویدیو استفاده میکنم داخل دسکریپشن هست و به راحتی میتونید از توی لینک های مختلف به صورت کاملا رایگان همشون رو دانلود بکنید و بهشون دسترسی داشته باشید و اگر که دیدید چیزی رو داخل دسکریپشن فراموش کردم و شما احتیاج دارید حتما بهم بگید، توی اولین فرصت چکش میکنم و توی دسکریپشن اضافهش میکنم. دمتون گرم که توی این موضوع منو کمک میکنید. میخوام از تک تک بچه‌هایی که دارید این ویدیو رو میبینید تشکر میکنم. توی این مدت من هر وقت که اینستاگرام، یوتیوب یا هر پلتفرمی رو باز کردم و هر صورتی داشتید انرژی میدادید و حمایت میکردید و این موضوع واقعا واسه من خیلی خفن بود و میخوام بدونید که این موضوع خیلی برام ارزش داره. دمتون واقعا گرم. یعنی من هر روز واقعا دارم بیشتر افتخار میکنم به اینکه همچین کامیونیتی با همچین آدمای خفنی داره ایجاد میشه و امیدوارم که روز به روز بتونیم در کنار همدیگه خانواده رو بزرگتر بکنیم و قدم‌های بزرگتری رو برداریم. می‌خواستم بهتون بگم که خیلی دمتون گرم واقعا. من قبل از هر چیزی تمامی فایل هایی که تو این ویدیو نیاز دارم رو وارد کردم و میخوام که یک کامپوزیشن بسازم. مثل همیشه هم سایزش رو میخوام بذارم روی 1920 در 1080 و یه حالت قاب یوتیوب رو ایجاد بکنم، قابی که معمولا تو یوتیوب خیلی زیاد استفاده میشه. ویدیویی که کارفرما به عنوان رفرنس بهم داده رو هم داخل بک‌گراند میذارم که بتونم چک کنم و از قسمت‌های مختلفش هم چون تو ویدیو دارم استفاده میکنم دوست دارم که حتما باشه. حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که بچه‌ها ما توی این ویدیو اول از همه میایم دیزاین اصلی رو به صورت کامل ایجاد میکنیم و بقیه ویدیو رو زمان میذاریم روی ترانزیشن‌ها، موومنت دادن‌ها و گشتن توی اون دیزاینی که درست کردیم. پس همه دیزاینی که تو طول ویدیو دارید میبینید اول از همه ایجاد شده و بعد از اون دیگه توی دیزاین و بطن ویدیو دستی برده نشده. فقط شما دارید قسمت‌های مختلف و با مدل‌های مختلف و کامرا موومنت‌های مختلف میبینید. کاری که الان میخوام انجام بدم اینه که اول از همه میخوام عددی که اولش میاد رو بنویسم که این عدد تایمی که داره راجع به این فرد صحبت میکنه و بهش یه افکتی رو بدم. اول از همه برای ساختن اون افکته که یکی از بچه‌هام گفته بود خیلی شبیه اول کال آف دیوتیه و بعد اینکه من بهش توجه کردم دیدم واقعا هم اینطوریه، میخوایم این تاریخ رو به اصطلاح چیز رو بنویسیم که میشه 8/29. من خیلی واقعیتش راجع به این فاصله ها و جایگذاری این عددا الان دقت نمی کنم. اول از همه بذارید من فونت رو اوکی بکنم تا بعد اینکه حالا بیایم بشینیم چیزای دیگه رو اوکی بکنیم. و برای فونت من دوست دارم که از این فونت استفاده بکنم و بعد یه دور دیگه بنویسمش به خاطر اینکه اینطوری درست‌تر به هم دیگه متصل میشه با این فونت. سعی میکنم فونتش رو بذارم حتما تو دسکریپشن و جایگذاریش میکنم. اول اینو مثلا میذارمش 60، خیلی نباید بزرگ باشه و حتی میذارمش 55 که متن زیریه رو یکم مثلا بیشتر بزنه از بغلا بیرون و زیرش هم دقیقاً از این یه دابلیکیت میگیرم و اینو میارم پوزیشنش رو باز میکنم و میذارم این زیر و اطلاعات دیگر رو مینویسم.
جفتش رو اصلا میکنم مثلا 50. فقط این دوتا رو اوکی بکنم. فقط میخوام این سیف مودم رو فعال بکنم که بتونم دقیق تر توی جای مناسبش قرارش بدم. الان میبینید میتونم خیلی دقیق تر بفهمم که وسط ویدیوم کجاست و به راحتی بیامو سنترش بکنم و فکر میکنم اگه یکم به هم دیگه نزدیک بشن خیلی بهتر باشه. و خب رنگش رو اول از همه اوکی میکنم، میذارم سبز. این یکی رو میذارم سبز یا حتی از این میگیرم کپی رو و حالا الان دیگه زیرش رو نمیخوام. اول از همه که ترانزیشنیه که داره میاد، نمیام افکتا رو به لایه ها بدم، یه ادجاستمنت لیر میسازم، همه رو ادجاستمنت لیر میریزم. به خاطر اینکه اگه بخوام لایه به لایه جلو برم کارمو الکی دارم سنگین میکنم. پس من اول میام اینجا انیماتور رو باز میکنم، اوپاسیتی رو بهش میدم. دقیقاً دوباره یکی از تکنیکایی که تو ویدیوهای قبلی رو اجرا کردم و اجرا میکنم. اوپاسیتی رو اول 0 میکنم اینجا و بعد میام بهش روی استارت یک کی فریم میدم، یه گراف 50 50 51 51 هم بهش میدم. اندازش هم اینطوری میکنم، مثلا میذارم تو حالت 1 ثانیه و 30 فریم اوکی باشه. فقط برای اینکه رندومش بکنم باید تو بخش ادوانس بیام رندومایز اوردر رو فعال بکنم و بعد برای رندوم سیدم یه دونه کی فریم بذارم مثلا 0 تا 25 و الان عالی شد به نظرم. حالا دقیقاً دیگه نمیخواد اینو دوباره برای بالایی بسازیم. همین انیماتورش رو من سلکت میکنم، کپی میکنم و به لایه بالایی میدم. فقط دقت کنید هر جا که سی تی آیمون باشه دقیقاً به همونجا اعمال میشه کی فریم ها. دوباره بعد یو رو بزنیم از روی کیبورد، لایه رو وقتی سلکت کردیم کی فریماشو فیکس بکنیم. این باید طبیعتاً یکم بعد از این که این اومد بیاد، ولی نه خیلی بعدش دیگه، یه همچین حالتی با یه آفست خیلی ریزی و الان به نظرم عالیه. حالا میرسیم به استایلش. خب برای استایلش من میام یه ادجاستمنت لیر میسازم با شورتکات کنترل آلت وای یا میتونید حالا با هر حالتی که میخواید و اسم اینو میذارم VHS لوک و چیزی که خیلی رندوم خودم بهش رسیدم. اول از همه میخوام بهش ویو بدم و توی این ویو بیام استایلشو بذارم رو نویز و اینو مثلا بچرخونم 90 درجه دیگه بچرخونم، مثلا بکنمش 180 که به اصطلاح این سمت باشه و بعد نویز رو میبینید موقعی که کم و زیاد میکنم این یه همچین اتفاق میفته. حالا من نویز رو مثلا میذارم 4 یا 7 خب، ولی باید خاناییش رو داشته باشه دیگه، مثلا 5 و میام به این نویزه یه ویگل میدم، میگم تو مثلا یه ویگلی بخور از 2 مثلا به 6، خیلی هم زیاد نباشه و میبینید که این کم و زیاد میشه، یه همچین حالتی میگیره. اینو حتی میتونم مثلا 7 بکنم و با این ویگله یکم کار بکنم و بازی بکنم و میبینید که به همین راحتی یه افکت باحال اینجوری براش ایجاد میشه. حالا دوباره میتونم بیام یه دونه افکت دیگه بدم بهش و این افکت رو بیام باهاش یه حالت اینجوری براش ایجاد بکنم. اینم 90 درجه میچرخونم و فواصلش رو یکم کم میکنم برای اینکه یه شیارایی روی به اصطلاح متنم بندازم. اگر خواستم میتونم میزانش رو مثلا زیاد و کم بکنم، ولی دقت کنید که خیلی هم نباید شدید بکنید دیگه، صرفا همه چیز به اندازه باید باشه. و بعد این من دوباره نیاز دارم که یه ویو بدم، ولی قبلش میخوام یه فلیکر بدم که من از اگه اشتباه نکنم پلاگین سفایر، نمیدونم تلفظش رو دقیقاً دارم درست میگم یا نه، استفاده میکنم برای اینکه یه فلیکر ایجاد بکنم. این کارو میتونید اگه پلاگینش رو اول واسهتون میذارم به صورت رایگان، میتونید از توی دسکریپشن دانلود بکنید، ولی اگر هم که میخواید این کارو انجام ندید دقیقاً میتونید برای اوپاسیتی لایه دوباره یه ویگل بذارید و دقیقاً میتونید یه فلیکر ایجاد بکنید و اگه نگاه بکنید یه سری از اعداد اینطوری اتوماتیک خاموش روشن میشه، فقط یعنی اوپاسیتیش کم و زیاد میشه. فقط میخوام اینجا فرکانسیشو مثلا بذارم روی 40، اینو میکنم 14 و اینم میذارم روی 2. الان میبینید یه فلیکر باحالی هم داره میخوره. خب توی پلی بعدی من دوباره میخوام یه ویو دیگه بدم و این دفعه ویو میخوام رو همین حالت موجش استفاده بکنم، ولی میخوام خیلی کم بذارم باشه، یعنی مثلا در حد منهای 1 یا منهای 2 باشه و این ویو باید انقدر بزرگ باشه که فقط صرفا یه حاله خیلی کوچیکی رو ایجاد بکنم، مثلا 135 فکر میکنم عدد خوبی باشه و اسپیدش هم به نظرم همین اسپیدی که هست اوکیه و بذارید یه رو نگاه کنید این اوکیه ها، ولی بذارید منهای 1 بکنم چون نمیخوام واقعا اونقدر زیاد باشه. و حالا ما الان لوکمون رو آماده داریم، میبینید یه همچین چیزیه، فقط نیاز داریم که بهش یه افکت دیپ گلو بدیم که من از دیپ گلو 2 استفاده میکنم و اگر که خواستید میتونید بهش کروماتیک ابریشن هم بدین از توی این پارامتر، ولی من از یه پلاگین دیگه یعنی یه پریست دیگه استفاده میکنم که کاملا رایگانه و
و فقط کاری که میکنم اینه که اینو میخوام بذارم روی 100، اینم بذارم مثلا روی 50، یه همچین حالتی. و اینم بذارم روی 300 خیلی زیاده، مثلا میذارمش روی 60 چون میخوام خیلی محدودش چیز نباشه دیگه، رسیتیش هم اوکی باشه. و بذارید اینو بکنم مثلا 200، اینو بکنم 2 یه همچین حالتی، یا اینو بکنم 100. اگر که خواستم میتونم یه نویز خیلی مثلا نرمی هم بهش بدم و تیک یوز کالر نویزم بردارم که یه نویز ریزی هم توی این تصویرم بیفته و نویزو میندازم قبل دیپ گلو که یکم جذاب ترش میکنه. این اون لوک به اصطلاح نهاییمون میشه که بعضی وقتا روش یه سری گلیچ هایی هم میخوره، ولی من میخوام دیپ گلوشو فعلا خاموش بکنم به خاطر اینکه باعث میشه که پروژه الکی سنگین بشه. صداش رو باز میکنم تا اینجا، اینا باید بیاد دیگه. خب پس از اینجا به بعد نمیخوام، چون یعنی این بخش بالایی رو نمیخوام و اینم میاد قسمت بعدیش. این پس میشه پارت 1 و این میشه پارت 2 ما. به خاطر اینکه میخوام فایل پروژه رو بذارم براتون، میخوام مدیریت شده باشه. شاید من دوست داشته باشم که اینا تا این آخر ادامه پیدا کنم، مثلا تا اینجاها یه همچین حالتی. و چون من به یه موضوعی خیلی اهمیت میدم تو کارام، اونم اینه که کارام ثابت نباشه، دوست دارم همه این چیزایی که این زیر هست رو به یه نال آبجکت متصل کنم و بعد بیام یه اسکیل کوچیکی هم به این نال آبجکت بدم، تو کل این مدت بدم مثلا یه اسکیلی بخوره، مثلا در حد 120 تا یا 115 تا که خیلی زیادم نباشه. گرف خاصی بهش نمیدم، میذارم گرف ثابت بمونه، چون نمیخوام خیلی با کی فریم خاص مثلا حالت گرف خاصی زومه بخوره، فقط میخوام یه حالتی بخوره که تصویر ثبات کامل نداشته باشه. حالا توی اینجا همونطوری که گفتم، اول ما نیازه که دیزاین رو درست بکنیم و بعد بریم سراغ قدم‌های بعدی و پله‌های بعدی. برای دیزاین من اول توی یه کامپ دیگه میام دیوار رو میسازم که برای ساختن این دیواره و بعد انتقالش میدم به اون لایه دوباره که مدیریت بیشتری داشته باشم. برای دیواره یه سالید میسازم با یه همچین مثلا رنگی، اسمش هم میذارم وال مثلا کالر، یه رنگ مثلا متفاوتی هم میذارم که بدونم رنگ بیسشه. اینجا میتونم بیام از این تکسچر هایی که دارم استفاده کنم. چیزی که من الان میخوام استفاده بکنم این تکسچره. خب اینو میذارم روی حالت اوورلی و دوست دارم که به خود این یه کروی اول از همه بدم و یه کوچولو اینو ببرم بالا و از این ورم اینو یکم مثلا، البته بذارید یه کاری کنم، موجو کلا از این ور میبرم بالا که تکسچر بیشتر مشخص بشه و خودشو نشون بده به یه همچین صورتی. و دوست دارم که به این لایه زیری یه لول بدم و این لول رو بکشم که دیواره یکم تیرگی خودشو پیدا بکنه و اون تکسچر بیشتر خودشو نشون بده و به وایب کار ما هم بیشتر میاد. ولی باید حواسمون باشه که نه خیلی تیره بشه نه خیلی روشن و یه چیز ما بین و وسط باشه، یه همچین حالتی. دقیقاً دلیل ساختن کامپای مختلف اینه که ما میتونیم خیلی راحت بیایم و مثلا هر وقت خواستیم تغییر بدیم تو بطن اون قضیه، ولی اگه مثلا اینجا باشه خیلی شلوغ میشه دیگه. الان من دوست دارم یه ادجاستمنت لیر دیگه هم بسازم، اسم این ادجاستمنت لیر رو بذارم کارکشن و یه دونه کرو ریزم به این بدم و یه کم کنتراستشو تقویت کنم و الان به نظرم عالیه. میخوام چون همشون یه دست چیز بشه. الان تکسچری که دارم اینجا عالیه. کامپ والمو انداختم روی به اصطلاح مین کامپ. حالا میخوام از اینجا به بعد اینو داشته باشم دیگه، از بعد این که نمیخوام اینو، فقط باید حواسم باشه که همه چیز تا این لبه بیادش. عالی شد. حالا کاری که بعد انجام بدم اینه که شروع بکنم به دیزاین کردن اینجا. برای دیزاین کردن اینجا من اولین چیزی که نیاز دارم این تصویراست. خب من اینا رو فول رزولوشن میکنم. من اینا رو از رو پینترست برداشتم و تنها کاری که میکنم اینه که دونه دونه مسکش میکنم، ولی برای اینکه کارم راحت تر بشه میام یه دونه مسک درست میکنم. مثلا میذارم CH1 رنگش هم تغییر میدم مثلا به یه چیز زایه که کامل مشخص باشه که چیه اینا و بعد مسکاشو فقط دیگه میام جابجا میکنم. الان مسکو سلکت میکنم و مسکو میام اینطوری میکشم مثلا روی این کاراکتر، دوباره مسکو میام میکشم روی کاراکتر پایینیش. ببینید که دیگه همه قابا هم چون هم شکل همه کارمون رو خیلی سریعتر هم برامون میکنه. و الان یه همچین چیزی من اینجا دارم. خب کاری که میخوام انجام بدم اینه که میخوام اینا رو با پوزیشن ها و روتیشن
پترن‌های مختلف تو قسمت‌های مختلف تصویرم بذارم دونه دونه. پس اول اینکه همه رو سلکت می‌کنم و از طریق موشن فور انکر پوینت همه رو میارم وسط مسکام و دقیقاً خوبی موشن فور اینه که میتونه به صورت اتوماتیک بیاد و خودش مسکا رو فیکس بکنه، یعنی این انکر پوینت ها رو نسبت به مسکا جایگذاری بکنه. اینو مثلا میذارم اینجا، اینو دوباره مخالفش با پوزیشن و اسکیل و اینا یکم بهش چیز میدم و میذارم این گوشه و همینطوری جایگذاریش میکنم. خب من اینا رو پترن های مختلف با سایز های مختلف جایگذاریش کردم و الان یه همچین چیزی دارم. فقط برای اینکه یکم بعد بهشون بدم نیازه که بیام به هر کدوم از اینا یه دراپ شادویی بدم. دراپ شادو رو که اعمال میکنم فقط من اینا رو فول رزولوشن انجام میدم که کامل بفهمم چه اتفاقی داره میفته. یه همچین تنظیماتی واقعا به صورت دلخواه بهش میدم. یه کوچولو فاصله‌شو بیشتر میکنم، کوچولو پخش‌ترش میکنم و یه کم اوپاسیتی رو مثلا میکنم 80. یه همچین حالت و میبینید الان یه عمقی توی تصویرم من ایجاد کردم. مثلا اینو میذارم رو 20 فاصله شو و یه کوچولو محویشو مثلا میذارم رو 25 و الان به نظرم عالی شد. فقط باید این دراپ شادو رو کپی کنم و به هر کدوم از این لایه ها بدم و بعد بیام فقط بگم که مثلا تو الان باید این ور باشی دیگه، میدونی، یعنی همه رو بندازم به وسط منطقه و دوباره بیام به این بدم، دوباره بیام اینو جابجا کنم. یا منطقه هم ببین این وری باشه منطقی تره ها، به خاطر اینکه در اصل ما میخوایم یه ساختار نوری ایجاد بکنیم دیگه. منطقه ذهنی اینه که اونوری باشه، پس من این یه دونه رو استثنا اینور الان واسم جالب تره اینور نگهش دارم و دراپ شادو این یکی رو هم میام دوباره به همین دادم، پس من میام اینو چیز میکنم و دراپ شادو اینم حل میکنم و یه همچین حالتی من الان دارم. خب که یه عمق تصویری هم داره. اگر خواستید میتونید CC پیج ترن استفاده بکنید، ولی من الان نمیخوام خیلی حالت استایل ورقی رو بدم، شاید در آینده بهش اضافه کنم، ولی الان میخوام همینطوری ثبات رو نگه دارم. حالا تو وهله دوم ما نیازه که اون فریم ها رو ایجاد بکنیم و برای اون فریم ها من دوباره میام اینجا یه دونه ایمیج فریم میسازم، یه کامپ جدید، بیام و از اینجا کامپ ستینگ ابعاد این کامپمو تغییر بدم. مثلا بذارم روی 100 که نه، مثلا بذارمش روی 1000 در مثلا 800 خب، یا حتی مثلا 500 یا حتی مثلا 600 خب، و بعد حالا بیام اینو بهش اضافه بکنم. دلیلش هم اینه که این رزولوشن رو کمتر میکنم که پروژم سبکتر بشه. اوکی، و حالا بهش یه فریم نسبتا سفید میدم یا حتی میتونم مثلا اینور یه توناژ زرد بدم، ولی من ترجیح میدم که اینو یه کم به سمت زرد و تاریکتر بیارم و یه همچین حالت ایجاد بکنم. دوباره میخوام از همین تکسچری که اینجا دارم استفاده بکنم خب، و یه بافتی رو بهش بدم، ولی این دفعه این بافته قرار کمتر باشه، یعنی این حالت الان اوکیه، یه کرو بهش میدم و این یه کوچولو فقط بیشترش میکنم علاوه بر این که میخوام یه تکسچر دیگه هم روش بندازم و با لولم یه کم میام این سفیدیه رو بالانستر میکنم. ولی دقت کنید که این باید خاصیتش اینه که این روشنایی باید بمونه، یعنی خیلی نباید تیره بشه، در حد اینکه یه کوچولو فقط بالانس بشه. میگیرید چی میگم؟ من یه تکسچر دیگه هم نیاز دارم که وارد کارم بکنم. من اینو بیشتر مد نظر دارم، یه همچین حالتی، و میندازمش روی حالت مثلا آورلی. بد نیست، ولی به نظرم برای این اسکرین میتونه مود بهتری باشه. خب یه مستطیل دیگه بکشم و بعد بیام اندازه و ابعاد اینو کوچیک بکنم و فیکسش بکنم. فقط باید دقت بکنم که همون قدری که مثلا اینو 89 بکنم و همون قدری که دارم از این گوشه ها فاصله میندازم توش، رنگش هم مشکی میکنم، باید از بالا و پایینم به همون اندازه فاصله توش ایجاد بکنم. یعنی من میام این حالت یونیفرمش رو برمیدارم و به همون اندازه یه حاشیه نسبتاً چشمی متقارن در میارم. از این به عنوان یه مت استفاده میکنم که ویدیوم رو داخلش بندازم. پس اسمش هم میذارم ویدیو مت، رنگش هم یه چیزی میذارم که بدونم آقا از این من فقط قراره به عنوان یه مت استفاده کنم که ویدیو هم روی این قاب میفته. اوکی، و تکسچرام همه باید بالای این بیفتن که بتونن روی اون سوار بشن و فقط باید اینو یکم کم بکنم که تصویرم تقریبا بتونه خوب دیده بشه زیرش و فقط یه تکسچری روش بیفته. میخوام از این ویدیو یک کپی داپلیکیت بگیرم و اینو بیارمش بالا و ویدیو رو روشن کنم و از قسمت‌های مختلف این ویدیو باید برای پروژه خودم استفاده بکنم.
اولین قسمت که این وسطه تا اینجا که به اصطلاح پاز میشه. ببینید که این حالت 16 سالم افکتیه که خودش داده بود، من فقط اومدم یه کوچولو حرفه‌ای‌تر و سینماتیک‌تر نشونش دادم. اینم شات دوم میشه و فقط باید حواستون باشه که اول این شات قبلی وجود نداشته باشه دیگه. اینم یه دقیقه مطمئن بشم که شاتش اوکیه و عالیه. خب اینم میاد این اول و اینم الان اولش باید کات بشه و بیاد اینجا و حدوداً اینجا هستش. فریم بعدی رو کات میزنیم چون این فریم خراب است. ولی حالا یه موضوع اصلی که تو همه اینا وجود داره سایزشونه. اگه نگاه کنید الان سایز این مثلا شاید اوکی باشه، بذارید ببینم چند ثانیه است. سایز این تقریبا 1.5 ثانیه. من میخوام سایزشو بکنم 3 ثانیه. چجوری میتونم دیکامپوزشون بکنم و موو آل اتریبیوت رو بزنم و حالا بیام کنترل آلت تی رو بزنم و فقط دی فریم های به اصطلاح تایمش رو بکشم جلو. حالا این یه حالت اسلو موشنی میشه و موضوع اینه که میاد فریم ریت رو خراب میکنه کامل، ولی برای ما اهمیت زیادی نداره چون ما میخوایم کلا یه حالت پست رایز تایم تهش بدیم دیگه. اینجا اون پست رایز تایم کار میکنه برامون، اصلا کارمون رو بهترم میکنه، خیلی نگرانش نباشید و تایمش رو فیکس میکنیم. من میام اینجا دقیقاً همین کارو برای همه تکرار میکنم و حالا اینا رو همه رو از اینجا که دیگه ادامه نداره یا شاید یه فریم قبلش همه رو دیلیت میکنم. اوکی همین الان همه این کلیپ ها 3 ثانیه‌ای هستن و دونه دونه باید بیام چیکار کنم؟ هر کدومو بندازم توی لایم، یعنی کپیش کنم پیستش کنم توی لایم. اینو میارم اول این بالا جاشو درست میکنم یه همچین حالتی و بعد متش میکنم به ویدیو متم، همون لایه مشکیه که میبینید اینجا ساختم. خب میگم داخل این مت فقط بیفته، هرچی که داخل این متم وجود داره باشه و میام این تصویر رو درست میذارمش این وسط و الان میبینید که این اینجا قرار داره و اوکیه و همینطوری باید فریم‌های مختلف ایجاد بکنید. فقط باید دقت کنید که ویدیوم زیر تکسچرام باشه که این حالت رو به اصطلاح بگیره. ولی الان مشکل چیه که اینقدر چیز شده؟ من فکر کنم به اینا کروی چیزی دادم. آره این کروست که داره احتمالاً کار ما رو خراب میکنه، ولی نه من اینا یه پله بیارم بالاتر. اینجا به نظرم بهتره. حالا میتونم چیکار کنم؟ بیام به خود این یه پسترایز بدم برای اینکه مثلا بهتر بشه و رنگش رو با این پسترایز خراب بکنم. مثلا بذارمش 10. میبینی یه حالت خرابی رنگ بدم روی فریم و اگرم که خواستم میتونم بیام یه کرو خیلی ریزی هم بهش بدم و یکم بهش کنتراست بدم، یه همچین حالتی، برای اینکه یه استایل اینجوری ایجاد بشه. و شاید بخوام یه کمی زیر رو دستکاری کنم، یه کم هم تکسچر اینو بیشترش بکنم. خب الان به نظرم بهتره. یه همچین اتفاق میفته و به اینم میخوام تینت بدم و سیاه سفیدش بکنم. الان به نظرم همه چی عالیه. شاید من میخوام لول اینو برگردونم به حالت عادی، میخوام روشن باشه چون فریم طبیعتا همیشه روشنه. میخوام همیشه مثل همون فریم‌های عکس باشه. حالا شاید واسهتون اینطوری باشه که خب اوکی از این میایم یه کپی میگیریم و اوکیش میکنیم، ولی در اصل از این نباید کپی بگیریم. باید چیکار کنیم؟ باید بریم یه دابلیکیت از همین پری کامپمون بگیریم و در اصل الان من یه پری کامپ جدید ایجاد کردم. فقط باید بیام اینو دیگه نمیخوام چون گذاشتم، اینو دوباره کپی کنم و انتقالش بدم به اینجا و جایگزین این ویدیو کنم. همه افکتای اینو بردارم سلکت کنم، کنترل ایکس بزنم کاتش بکنم و بدم به این ویدیوه که الان تازه انداختمش. لایه‌مو روشن کنم، اول میندازم بالا فیکسش میکنم، بعد اوکیش میکنم، متش میکنم به ویدیو متم، اوکیش میکنم، جایگذاریش میکنم، اندازه‌شو اوکی میکنم و اینجا میذارم. اینو میندازم این زیر، بین این دوتا باید باشه که اوکی باشه و همینطوری باید این کار رو تکرار بکنم. فقط دقت کنید که باید فریما رو دابلیکیت بگیرید. دوباره از این یه دابلیکیت میگیرم و همینطوری پری کامپ های جدید میسازم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگر که من صرفاً بیام چیکار کنم، بیام از این مثلا این پری کامپ رو بندازم اینجا و اینو دابلیکیت بگیرم، الان من یه پری کامپ جدید نساختم. از پری کامپی که موجوده اومدم یه کپی گرفتم و اگر محتویات اینو تغییر بدم، محتویات این پایینی هم تغییر میکنن چون جفتشون محتویاتشون رو دارن از ایمیج فریم میگیرن. خب پس ما میایم اصلا ایمیج فریم و کل
محتویاتش رو داپلیکیت میگیریم و این یه ایمیج فریم 2 از ایمیج فریم متفاوته. همونطوری طبیعتا ایمیج فریم 3 و 4 هم از ایمیج فریم های دیگه متفاوتن. پس اگر که بریم توی کامپا و تغییراتی اعمال بکنیم مشکلی هم نمیخوریم. خب و من به همین راحتی الان 5 تا فریم مختلف دارم. خب و الان دوباره فقط نیاز دارم که این فریم ها رو بیام جایگذاری بکنم برای خودم. فریم هام رو انتقال میدم و اول از همه من میدونم که بعد 3 ثانیه محتوای خاصی توی این فریم ها وجود نداره. پس بعد از اون رو فعلا حذف میکنم و بعداً اضافه میکنم، ولی فعلا حذفش میکنم چون نیازی ندارم. من دوست دارم فریم یکم این باشه چون خود محتوا داره بر پایه این اول از همه جلو میره و بعد بقیه فریم ها رو هر جایی که خواستم بذارم. اطراف این فریم اول اینو خاموش میکنم اینا رو و این فریم رو وسط سنتر میکنم و حالا بقیه رو دیگه متناسب با خودم میام اطراف این میچینم. اینو مثلا 55 میذارم و بقیه‌اشو دیگه دورش باید بچینم و هیچ فرقی هم نمیکنه که چه جوری اینا رو میچینم. اینو مثلا 58 میکنم و دیگه دور این بقیه فریم ها رو میچینم. و حالا الان که میبینید من اومدم اینا رو دقیقاً به شکل‌های مختلف این فریم ها رو روی اون قبلی‌ها چیدم. اوکی، فقط من برای کاری که الان اینجا میخوام انجام بدم اینه که دراپ شادو یکی از اینا رو میگیرم و به همه این لایه‌ها دونه به دونه اون دراپ شادو رو دوباره میدم برای اینکه یه بعدی ایجاد بکنم و نشون بدم که این لایه‌ها واقعاً روی اون لایه‌های دیگه قرار دارن. و تو پله بعدی نیاز داره که یه دیزاین دیگه ای رو هم به این اضافه بکنم. اولین چیز اینه که من نیاز دارم این پینمو بذارید پیدا بکنم. این پینه رو بیارم دونه به دونه. اول از این که بعد بالای همه اینا باشه، بعد قبل از اینجا که نمیخوامش و بعد بیام دونه به دونه بچینمش تو جایی که میخوام. مثلا 6 بذارمش. اول اینکه برای این اطراف اینا باید کوچیک‌تر باشه. مثلا این 5 باشه حتی. خب که اوکی باشه که مثلا همچین حالتی یه دابلیکیت میگیریم، اینو میبریم اینور، مثلا اینجا میذاریم. میبینید خودش بودم داره دیگه، یعنی یه شادویی رو هم روش گذاشته به صورت دیفالت. اول از همه میخوام یه شیپ اینجوری بکشم، یه همچین حالتی. خب مثلا بیام اینم اینطوری بگیرم با این ابزار، اینطوری بالا و پایینشو بکشم و مثلا واسید این فیلشو خاموش کنم و فقط یه استروک، مثلا میخوام یه حالت بندی رو ایجاد بکنم. خب ولی یکم باید منطقی باشه دیگه. مثلا این اینطوری باشه، اینم اینطوری باشه، ببینیم چی میشه. آره به نظرم الان این اوکیه. خب فقط بعد اندازش مثلا میشه 4 یا مثلا 5. البته باید اینجا بیام مثلا اینو بکنم 5. به نظرم اوکیه و کاری که میکنم اینه که میام یه رافن اج به این میدم، یه تکسچری هم ببین. من بیشترین چیزی که خیلی سعی میکنم الان میبینید رو همه چیز رعایت میکنم تکسچرها. خب یعنی من به تکسچر خیلی اهمیت میدم تو کارم. دوباره میام یه دونه دیسپلیسمنت مپ میندازم و مپشو میدم اون دیواره که از تکسچر دیوار استفاده کنم، افکت ماسک. و الان میبینید که یه تکسچر ریزی از دیوار رو هم بهش دادم. خب و این تکسچرینگه و تکسچر دادن به محتویات مختلف خیلی باعث میشه که کارتون طبیعی تر میشه. خب شیپتون طبیعی تر میشه. مثلا این دراپ شادوها رو میبینید طبیعی تر میشه، بود توی تصویرتون ایجاد میکنه و همیناست که باعث میشه کار شما متفاوت تر میشه. شما اینو موقعی که یه تکسچر ریز بهش میدید میبینید خیلی با حالت عادیش و طبیعیش فرق میکنه. با اینکه خیلی کار کوچیکی دارید انجام میدید، شاید از دیده مخاطب به نظر نیاد که چه چیزی داره کار شما رو حرفه‌ای میکنه، ولی خیلی کار شما رو حرفه‌ای میکنه. و حالا من فقط الان اینو میام ترانسفورم میذارم، فلیپ ورتیکالیش میکنم یه همچین حالتی و اینو میارم پایینتر، اینو میبرم بالاتر و یه همچین کاری میکنم اینجا. از این ورم دوباره دقیقاً میام یه شکلی رو میکشم، دوباره به این شیپ هم دقیقاً همین افکت ها رو میدم که نخواد مثلا دوباره انجامش بدم، بخاطر اینکه افکت ها ثابته دیگه. و اینا رو میندازم زیر این لایه ها. فقط دقت بکنید که همه رو میندازم زیر لایه های چیز. فقط این شیپ الان اومده ولی زیر این لایه نیومده، پس باید بندازمش یه جورایی اینجا. اوکی خب
که روی نه البته باید زیر همه لایه ها باشه، یه جورایی دیگه یه همچین حالتی باید باشه ولی مشخص نمیشه. پس ما چیکار میکنیم؟ میایم اینو اینطوری فلیپ میکنیمش و بعدش اینو اینطوری میکشیمش اینور، یه همچین حالتی بشه و اینو دابلیکیت میگیریم، دوباره فلیپش میکنیم و اینو این دفعه میاریمش اینور. و الان یه همچین حالتی اتفاق میفته و یه حالت مثلثی هم میخوام از این به این وصل بشه، دوباره به این وصل بشه و حالت این باشه که اینا هم به هم دیگه وصلن. خیلی خطوط شلوغ شده. اگر که اینو به این صورت ورتیکالی بیام و بردارم چیز بکنم به نظرم خیلی اوکی میشه. اینو قرمز میکنم، فقط با تنها تفاوتی که این اینطوری باید فقط ورتیکال بخوره دیگه. خب چون هر چقدر خطوط بیشتر باشه خیلی بهتره. منطقاً اینطوریه که اینا ارتباط بیشتری با هم دیگه دارن و حس شلوغیه توی این حس بهتری میده، به خاطری که حس اینو میده که مثلا پرونده ها زیاده و اینا و من اینو میارم وسط اینا که یکم هم با اون خطا فاصله داشته باشه و الان به نظرم عالیه. خب حالا تو وهله بعدی من الان دیزاین رو به صورت کامل تموم کردم. همه اینا رو میام به یه نال آبجکت وصل میکنم و اینم رنگش رو تغییر میدم به یه چیز دیگه ای، مثلا یه رنگ رندوم و میذارمش کنترلر مین. و بعد بقیه چیزا رو به این وصل میکنم. حالا کاری که میخوام انجام بدم اینه که همه اینا متصل باشن به این، حتی بالایش دیگه نال آبجکت پس باید بیاریم بالا و همه این زیریا به غیر از این متنا باید پرنت بشن به این. و حالا بیایم با این یه زوم بکی بزنیم، یه همچین حالتی که اینجا باید اینطوری یه زوم بکی بخوریم، مثلا توی یه تعداد کی فریمی بگیم اینجا زوم بک بخور، یه همچین حالتی. و کی فریمش هم باید تو شروع سریع باشه، یه همچین حالتی. و اولا اینکه این باید خیلی نزدیکتر باشه به نظرم و اینم باید از این خیلی نزدیکتر باشه، فعلا نباید خیلی فاصله بگیریم و باید تمرکز اصلیمون رو این باشه تا پرونده های دیگه. و اگه دقت کرده باشید یه ترانزیشنی اونجا ایجاد کردم. برای اون ترانزیشن ما باید از اینورت استفاده کنیم. من یه ادجاستمنت لیر میسازم، مثلا میزنم اینورت، یه تی آر هم تاش میذارم به عنوان ترانزیشن و بهش افکت اینورت رو میدم. اینورت ها کنید میاد یه حالت این شکلی میکنه تصویر رو. حالا کاری که من باید انجام بدم اینه که فقط بیام مثلا دو تا فریم یا رندوم، مثلا 3 تا فریم برم جلو و یا مثلا 2 تا فریم برم جلو و این دفعه 1 2 3 مثلا 2 تا فریم برم جلو و 1 2 تا فریم بذارم بمونه و بذارم بره. ها کنید یه همچین حالتی میشه. اینو بذارید پاک کنم، یکم اینو بکشم، یه فریم ببرم جلو. به نظرم الان اوکی شد، یه همچین حالتی. میبینید فقط اتفاقی که این وسط افتاده اینو بذارید یکم بیشتر بکنم یا حتی این کمتر باشه، این میتونه یکم بیشتر هم باشه. خب به نظرم اوکیه. فقط تنها اتفاقی که باید بیفته یه دونه لایه به اصطلاح ادجاستمنت لیر دیگه هم باشه. به این بگیم چی؟ این ریز باشه. اوکی. و این ریز چیکار بکنه؟ واسید من اول ریز رو بدم ببینید. این ریز هم فکر می‌کنم با یه پلاگین جدا باشه که باید نصبش بکنید. ولی من اینو میذارم رو حالت ریز یا آوتپوتش هم اوکی. اینو میکشم عقب و باعث میشه که میبینید یه حالت ریز ایجاد میکنه. من اول اوکیش میکنم که حالت اینجوری شدت این شکلی داشته باشه، میزانش هم زیاد میکنم و فقط الان تنها کاری که میکنم اینه که میگم آقا تو با اوپاسیتی زیاد بیا مثلا تا اینجاها واسه ببینم موشن تا کجاست، تا اینجاست، آروم آروم برس به چی؟ برس به 0. حالا الان اندازه‌شو اوکی می‌کنیم و دقیقاً کی فریم مشابه این میدیم و یه همچین حالتی میشه. کی فریم‌ها رو تو زمان مناسب هم دیگه میذاریم، حتی اینو یکم کمتر میکنم و یه شدت اینجوری براش ایجاد میکنیم. ببینید یه کوچولو ریزم میدیم، البته این ریزه میذارم بمونه تا آخرش، یکم مثلا شاید قبل ترش بره. به نظرم الان عالی شد. و حالا کاری که باید انجام بدیم چیه؟ ببین ما الان اینجا داریم میایم عقب، اینا رو یکم بیشتر میکشیم، مثلا یه همچین حالتی. و در دل همین باید چیکار بکنیم؟ بریم تو انیمیشن بعدی. خب و یکی از کلیدی ترین چیزهایی که ما باید بهش توجه بکنیم همین محتوا. الان شاید فکر کنید تو این ویدیو من کامرا 3D دارم استفاده میکنم، میتونیم استفاده بکنیم، ولی من دوست دارم که با نال آبجکت و پوزیشن انجامش بدم و واسم هم سبک‌تر هم اینجا بهتر کار میکنه. و کاری که میکنم اینه که دوباره میام یه نال آبجکت میسازم و تکنیکی که باید توش اجرا بکنم اینه که باید حواسم حتما به این موضوع باشه که مثلا اینو میذارم سین 2 کنترلر 2 و اینو وصل میکنم، یعنی این قبلیه رو مینه رو پرنت میکنم به این و باید موی دل همین
موشن قبلیه موشن بعدی رو شروع کنم. خب یعنی پوزیشن بخوره. میرسیم به اون ترانزیشنه که میومد پایین ورقه رو به عنوان یه لیبل نشون میداد. قبلش یه چیزی رو یادم افتاد که دوست دارم بگم، اونم اینه که برای این فریم ها من دوست دارم یه رفلکت نور ایجاد کنم. پس دوست دارم روی همه اینا یه دونه لایت سویپ بندازم، مثلا یه حالت لایت سویپ، ولی الان فقط به این میدم اون یکی ها رو تو زمان خودشون بهشون میدم. یه لایت سویپ به این میدم و الان البته BCC نه دیگه، خود همون لایت سویپ افتر رو بهش میدم، CC لایت سویپ بهش میدم و الان میبینید که یه همچین حالتی اینجا داره. اندازش رو فیکس میکنم و میزانش هم اوکی میکنم و اینو یه همچین حالتی مثلا از این بیرون سنترش رو اینطوری میذارم اینجا و میگم مثلا ببین تو این بازه زمانی اینجا آروم آروم مثلا بیا برس به اینجا، اندازش هم خیلی زیاد نباید باشه. آره مثلا یه همچین حالتی که رفلکت نور ایجاد میکنه رو ایجاد میکنم. اینم خیلی دیتیلیه که دوست داشتم تو این تکسچر باشه. دلیلش هم اینه که چون اگه دقت کرده باشید من یه کوچولو این گوشه هاشم میزنم که بیشتر چیز بکنه. دلیلش هم بیشتر به خاطر این موضوعه که اگر یه دقت کرده باشید فریما یه حالت براق و شیشه‌ای دارن و هر چقدر که رفلکت نور رو بتونیم رو شبیه سازی بکنیم حس اون شیشه‌ای بودن ورقه بیشتر میشه. خب و من یه همچین کاری میخوام انجام بدم. ولی بچه‌ها یه نکته اصلی و اساسی رو یادم رفت. خب و این کارمو خیلی الان خراب کردش و اصلا اشکال نداره. من اول از همه اینو برمیگردونم یه دقیقه به حالت اصلی، یعنی یک کپی از این کی فریم میگیرم که بدونم کجاست. خب و اینو میارم اینجا میذارم و این کی فریم رو خراب میکنم، برمیگردونم به حالت عادی. اینو گذاشتم اینجا به عنوان یه سیو که بدونم بعدش که میخوام برگردم همینو بکشم عقب، این کی فریم رو پاک کنم برسم به اینجا. فقط میخوام اینجا باشه که فول فریم بتونم تصویرمو ببینم خب روی 100 و به اصطلاح حالت عادی و اینا رو هم یه لحظه خاموش میکنم، حتی ریزمو. دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که الان این لایه یه چیز کاملا اوکیه خب و طبیعیه، ولی من نمیخوام اینجوری باشه. یه ادجاستمنت لیر میسازم و میخوام نور پردازیش بکنم. برای نور پردازی اول میام یه لول میدم و کل اینو تصویر رو تاریک میکنم. اوکی، حالا میام یه سری شیپ میکشم، شیپ های مختلف. البته شیپ نمیکشم، یه کار باحالتری انجام میدم. بذارید اول اینا رو رنگاشو عوض کنم که بدونیم اینا نور پردازی ما. اوکی، میام چیکار میکنم؟ یه سالید سفید میسازم برای نور پردازی. خب یعنی لایه ها رو دیسلکت میکنم، رو مربع دوبار کلیک میکنم، خودش یه سالید واسم میسازه یا یه دونه شیپ واسم میسازه. خب اول از همه میام یه سالید میسازم خب و رنگ اینو میذارم سفید. برای نور پردازی های این شکلی خیلی این تکنیکو تو خیلی جاها میبینید. اول به مقدار زیادی سایزش رو زیاد میکنم به خاطر اینکه الان متوجه میشید چرا، و میام به این صورت شیارهای نوری که میخوام داشته باشم تو تصویرمو روی این لایه مسک میکنم. اول اینکه اینو اینطوری چیز میکنم و بعد سلکتش میکنم روی لایه مسکش میکنم. اوکی، یه همچین حالتی. و حالا برای چی اومدم؟ خب میگید چرا شیپ نکشیدی؟ به خاطر ما اینا الان میتونیم فدر بدیم، ولی باز الان ضایع است. چیکار میکنیم؟ میتونیم بزنیمش روی اوورلی و حالا میبینید یه نور پردازی سینماتیکی رو ما اینجا ایجاد کردیم. یعنی من یه سالید ساختم و اون لول رو که آوردم پایین، حالا با یه سالید سفید میتونم بیام شیار نور ایجاد بکنم به راحتی و اینجا رو نور پردازی کنم برای خودم. الان میبینید یه حالت سینماتیک شد و یه سری جاها نور پردازی شده. حالا اگر که دوست داشتید میتونید اینو یه کوچولو روشن‌تر یا حتی تاریک‌ترش بکنید. دیگه این بستگی به خودتون داره. و حالا میتونم این کی فریم رو برگردونم به حالت عادی و همه چی رو روشن کنم. حالا دیگه ما این نور پردازی رو هم داریم. میبینید این نور پردازی خیلی قشنگ‌ترش میکنه. حالا اینو خاموش کنم کامل میبینید این نور پردازی خیلی اهمیت داره برای اینکه سینماتیک ترش بکنید. من یه دفعه وسطش یادم افتاد، ببخشید وسط اون کانسپت من این قضیه رو آوردم وسط، ولی خب بریم سراغ ادامه. موضوع اصلی اساسی این چی بود؟ این بودش که ببین ما قبل از این که نال آبجکت قبلیمون تموم بشه نیاز داریم که وارد، یعنی حرکت قبلیمون تموم بشه نیاز داریم که وارد حرکت بعدی بشیم. یه نال آبجکت ساختیم و وصلش کردیم نال آبجکت قبلیمون که حرکت داشت به نال آبجکت جدیده و حالا نیاز داریم که بیایم اینجا و یه حرکت جدید بدیم. برای این ترانزیشن من میام یه پوزیشنی به سمت راست میذارم. بعد به این دقت کنیم که من الان هیچ کدوم از اینا، این نورا به اصطلاح وصل نیستن. اول قبل از اینکه برگردونمش به حالت عادی باید همه اینا رو پرنت بکنم به این مین کنترلره. خب
نه به این یکی دیگه، به خاطر اینکه حرکت اولیه رو این داره اتفاق میفته و بعد کی فریم ما رو پاک کنم و برگردونم به حالت عادی که این نوره هم با این حرکات کار بکنه. ما همه چی رو باید جابجا کنیم، مثل اینکه داریم با دوربین جابجا میشیم دیگه. تو با دوربین جابجا میشیم که نور ثابت نمیمونه، که نور داره تغییر میکنه جایگاهش. و تو دل حرکت قبلی پوزیشنمون یعنی اسکیلمون میایم و یه پوزیشن میزنیم و اینو اینطوری مثلا به سمت چپ میبریم. خب و حالا الان با چیزش کار نداریم، با گرافش کاری که انجام میدیم. ببین مثلا ما اینو تا اینجا به چپ بردیم، من گرافشو باید چیکار بکنم؟ گرافشو باید بیام اینجا اینطوری به بیخ این بر بچسبم و دقیقاً روی هر جایی که میخوام فوکس بکنم یا کاری که میخوام انجام بدم موقع ترانزیشن زدم و وارد تصویر بعدی بشم و هم حرکت رو یکسان بکنم و هم توی اون یکی بیام دقیقاً مخالف این یکی بهش گرفت بدم، یعنی باعث بشه که این دوتا به هم دیگه اینطوری چفت بشن و قلهشون بیفته وسط. حالا الان من اینو آوردم اینجا، نکنی یه حرکت اینجوری رو من اینجا دارم و یه منطقه دیگه که داره من گرفت اینو که ببینم، میبینید اینجا داره آروم میشه و این برم نگاه کنید اینجا هم داره آروم زیاد میشه. پس جفتشون دارن یا آروم کم میشن یا آروم زیاد میشن. پس ما راحت این دوتا رو میتونیم بندازیم تو دل هم دیگه و این باعث میشه که در عین حال که اون داره آروم کم میشه این آروم زیاد بشه و باعث میشه که یه حرکت فوق العاده نرم پیدا میکنیم. یه سری از بچه‌هاشون پرسیده بودید چجوری اینقدر حرکاتت نرمه؟ دقیقاً راز این حرکات نرما اینه که این منطقه رو من گرفتم و دارم ازش استفاده میکنم و این خیلی مهمه. ببین تو موقعی که اینا رو روی هم دیگه مثل یه سرسره سوار میکنی خیلی خوب پیش میره، ولی باید بچه‌ها حتما به این دقت کنید که این سرسره باید واقعاً سوار بشه. یعنی نباید مثلا اگر این قله اینجاست تو نمیتونی یه دفعه بیا یه چیزی بگی آروم زیاد بشه، چون اصلا این قله اینجوریه، این داره زیاد میشه، اصلا منطقی نیست. میدونید چی میگم؟ در صورتی که اگه قله ها جفتشون بچسبه به هم، قله ها وسطه، اگه جفتشون دارن آروم کم میشن این دوتا دوباره با هم دیگه چپ میشن. حالا این دوتا میتونه بیفته رو هم دیگه. میبینید چی میگم؟ یه همچین حالتی اتفاق میفته. مطمئنم منطقشو بهتون رسوندم و الان بهترم متوجه میشید و من یه کمی کشونم اینورتر که یک کوچولو حرکت بیشتری داشته باشین. و اینجا که این تموم میشه میره روی اینجا، خب حرکت تموم میشه باید سویچ بخوریم روی سکانس بعدیمون. سکانس بعدیمون هم دوباره از همین دیزاینه. پس ما فقط میایم اینجا رو از اینجا به بعدش رو کات میکنیم و همه اینا رو میکشونیم به سمت بالا و میندازیم بالای همین لایه‌های دیگه. میبینید چی میگم؟ حالا همه چیز دیگه کانکت و آماده است، ما فقط باید جابجا بشیم بینشون. جابجاییش چجوری اتفاق میفته؟ خیلی راحت. من دوباره نال آبجکت کنترلر مینم رو پیدا میکنم. خب این بالاییه رو الان فعلا نیازش ندارم. کنترلر مینم رو پیدا میکنم و میگم آقا تو پوزیشن و اسکیلت قرار چی باشه؟ پوزیشن و اسکیل، البته که اسکیل که اصلا نمیخوام کی فریم داشته باشه. پوزیشن و اسکیلت میگم دوست عزیز شما میاد اینجا به یه همچین حالتی. حالا موضوع اینه که ما متنی نداریم، اصلا متنم اینجا نمینویسیم. به این موضوع هم خیلی باید دقت کنیم. من چیکار میکنم؟ ببین الان من اگه دو بار روی این فریم اصلیمه دیگه روی این فریم کلیک بکنم وارد کامپش میشم، ولی یه نکته خیلی مهمه که من دقیقاً جایی که این تصویر من به اصطلاح هستش وارد میشم. یعنی میبینید من الان روی این ثانیه توی این کامپ اومدم که این ثانیه دقیقاً اینجا میشه، چون من اینجا وایسادم و کلیک کردم دقیقاً روی اون ثانیه وارد کامپ میشه. پس من اگه هر چیزی از اینجا شروع بکنم روی این کامپ بنویسم، مثلا بنویسم 16 years chiller و بهش یه دونه فونت بدم، فونتم چی باشه؟ فونتم یه حالت دست نویسی میخوام باشه، یه همچین حالتی، و اینو میام قرمزش میکنم و میذارمش اینجا. انکر پوینت رو میذارم اینجا و این میاد اینجا. حالا کاری که میخوام انجام بدم تکسچرشه. میام تکسچر رو میدم دیسپلیسمنت مپش رو میندازم روی تکسچر پایینیه پیپر 45 و سورسش رو برمیدارم میذارم افکت ماسک و حالا میبینید یه تکسچر اینجوری داره. اگر خواستم میتونم 10 بکنم و بعد جاشو دوباره فیکس بکنم و اگر خواستم میتونم رافنیج بدم که من الان نمیخوام. حالا یه کار باحالی میکنم، میام دقیقاً با یه دونه شیپ خب روی اینو شروع میکنم به کشیدن و یه استروک هم باید بهش بدم فقط و استروکش هم زیاد کنم جوری که خود متن رو بگیره. این کارو ادامه میدم، میام اینجوری با حالتهای این شکلی اینجوری روی اینو میکشم. اول میکشم بعد بهتون توضیح میدم که میخوام چیکار کنم. خب من الان دقیقاً با یه استروک اومدم روی اینو دقیقاً کشیدم. خب و جاش هم تغییر نکرده. دقیقاً نگاه کنید من دقیقاً همینجا. خب
مهمه که دقیقاً اینجا باشم و نمیخوام قبل از اینجا چیزی باشه. دلیلش چیه؟ چون میخوام دقیقاً جایی که ترانزیشن خورده خب این متن باشه. حتی یه فریم قبلش هم نیاز ندارم که این باشه، چون موقعی که وارد فریم بعدی میخوام این موضوع باشه. و حالا اینو میخوام به عنوان یه مپ استفاده کنم برای اینکه یه حالت دستنویس و یه ترانزیشن دستنویس ایجاد بکنم. میتونم اینو بیام بزنم مپ ترانزیشن و حالا چیکار کنم؟ بیام بگم این متنم دقیقاً جاهایی باشه که این استروک قرمزه وجود داره. خب و اگر این استروک قرمزه یه جایی نباشه اینم نباشه. اوکی، حالا میتونم اول از همه بیام به این استروک قرمزه یه رافن اج بدم. خب و قبل از هر چیزی اول یکم استایلش رو درست بکنم. خب این تکنیک رو خیلی تو ویدیوهای مختلفم دارم انجام میدم. قطعا اگه ویدیوهای منو دنبال بکنید این تکنیک رو زیاد دیدید که با استایل‌های مختلف رافن اج میام شروع میکنم چیزای باحال و جالب میکشم. خب یه همچین حالتی یه کوچولو اینو زیاد میکنم. آره الان عالیه. حالا میام به این مپه. الان ببین هر چیزی که تو این مپه باشه میفته دیگه و الان این مپه کلش هست، ولی برای ترانزیشنش ما اگه بیایم به این مپه یه تریم پث بدیم به این خب و بگیم مثلا ببین تو بیا تو یه بازه زمانی از مثلا اند 0 برس به اند 100 و بهش یه کی فریم مثلا 50 بدیم، یا کی فریمه حتی میتونه دقیقاً مثل این کی فریمی باشه که اینجا قراره رو این ترانزیشن بدیم ولی میایم پیکسش میکنیم حالا جا و همه چی. خب و یه همچین حالتی میگیم باشه. و خب جالبیش اینه ما الان گفتیم هر جا که این به اصطلاح مپ باشه متن باشه دیگه. پس من الان میبینید که این که نوشته میشه متنم باهاش میاد و یه حالت دستنویسی ایجاد میشه. فقط من نیاز دارم که یه کوچولو کی فریم اینو ببرم جلوتر که بتونم اینجا اینو اینطوری داشته باشم. هنوز یه همچین حالتی اینجا پیش میاد و اینو میتونم بکشم کشیده تر داشته باشمش. و حالا اگر نگاه بکنید این اینجوری میشه و فقط ما الان باید اینو بیام پوزیشن و اسکیلش رو اول درست کنیم، بگیم آقا تو دقیقاً وسط تصویر باید باشی و اندازش هم اوکیه. و حالا فقط ترانزیشن رو باید ایجاد بکنیم. بعد بگیم تو از این و قبول دارید که اینجا داشت به سمت چپ میرفت دیگه، پس الان اینجا باید حرکتمون به سمت چپ باشه، یعنی یکم بکشونمش عقب و بدیم تو یه تعداد کی فریمی که فرقی نمیکنه چند تا کی فریم هم شروع کن دوباره به سمت چپ بیا. دقیقاً همون پترن رو دارم ایجاد میکنم و کی فریمش این دفعه اگه یادتون باشه کی فریم قبلیه رو من اومدم اینجوری دادم، حالا این یکی رو اومدم مخالفش دادم که این دوتا به هم دیگه مثل یه دیواره بخوره و قله وسط بیفته. الان قله و اوج حرکت اینجاست. حالا نگاه کنید چه اتفاقی میفته. تو اوج قضیه یه همچین اتفاق اینجوری میفته. خب فقط باید ما این حرکت رو زیاد بکنیم، یعنی کی فریمشو که یه همچین حالتی از حرکت بمونه اینجا، یه همچین حالتی. و حالا این وسط ما یه ادجاستمنت لیر میسازیم بهش، اینو مثلا از سر و تهش یکم میزنیم. خب یه همچین حالتی. فقط به یه دیرکشنال بلار میدیم، میگیم آقا تو یه بلار جهتدار داشته باش. بلارشو زیاد میکنیم و مثلا جهتشو میذاریم روی 90. خب بعد اینو زیاد میکنیم. اوکی مثلا 100 هم اوکیه. من میگم مثلا اینجایی که حرکت داره استارت میخوره باید 0 باشی و بعد روی این نقطه بیای برسی به 100. من اینجا با یو اینو باز میکنم، اینم میذارم بلار اسمشو که بعداً بدونید چیه. و بعد میگم تو اینجا هم تو آروم 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 باید بیای به 0 برسی، ولی دیگه دقیقاً اینجا نه، چون حرکت خیلی طولانیه. مثلا اینجا هم اوکیه که به 0 برسی، فقط این نقطه رو من باید 0ش بکنم. الان میبینی که میاد به 100 بعد 0 میشه. و پترن و الگوش دقیقاً باید F9 بزنم که ایز بشه، یا بیام اینجا ایزش بکنم از توی کی فریم اسیستنت و بعد روی ادیت اسپی گراف بیام و دقیقاً همون استایل رو بدم. فقط الان دقیقاً میفهمید. ببین من الان اومدم همه کی فریم ها رو داشتیم و این قله ها رو روی سه تا کی فریم ایجاد کردم. اینجا هم دقیقاً همین اتفاق داره میفته. خب برای ترانزیشنه، ولی با تفاوت این که این بخش جدا و این بخش جداه، ولی چون دقیقاً تو پایان این بخش داره اتفاق میفته، دو تا چسبیدن به هم دیگه، یعنی دیگه دقیقاً مثل همینه. خب و الان میبینید که یه دونه بلار هم که میدید خیلی تمیز اون چیزی که میخوایم در میاد به همین راحتی. و یه نکته ای هم که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که بچه‌ها من سعی میکنم که شیک بیک تو اینجا کم استفاده کنم، چون موضوع قتل و ایناست. من خیلی نمیخوام توی عمق بشینم مثلا بهش هایپ زیادی بدم، چون معمولا تو اینا ما باید همه حرکات رو نرم و آروم و آهسته بزنیم. اوکی حالا میایم سراغ قسمت بعدی. تو قسمت بعدی ما قرار چیکار بکنیم؟ قرار تو دل این حرکت
با مثلا دوباره این نال آبجکت رو اینجا دارم دیگه، از این نال آبجکت اگه یادتون باشه استفاده نکردم. تو دل این حرکت با اسکیل و روتیشن بیایم بیرون و بریم تو حرکت بعدی. ولی اینجا یه تکنیک خفن دارم. ببین من میخوام با اسکیل و روتیشن بیام و برم رو فریم بعدی. خب کاری که میتونم انجام بدم اینی که بیام اسکیل رو اینجا بدم. خب مثلا توی این تعداد کی فریم بگم آقا تو اسکیلت، البته این باید حواسم باشه دیگه که باید اینو بیام بندازم این وسط، یعنی نال آبجکتم باید انکر پوینتش این وسط باشه که بتونم از وسط تصویرم حرکت بدم و بکشمش بیرون و اسکیل بدم و میگم مثلا ببین تو این بازه زمانی اینطوری یا بیرون. خب آروم آروم و یه پوزیشن هم بهش میدم و اینو اینطوری میکشونم به سمت وسط صفحه. خب یه همچین حالتی و به این یکی میام مثلا 60 میدم. ولی باز هم اگه نگاه بکنید ببین اینجا حرکت الان میخوام منطقو بهتون میگم، اینجا آروم آروم داره کم میشه و اینجا چی آروم آروم داره زیاد میشه. دوباره دارم همون حالت سرسره رو ایجاد میکنم و تو دل این قبلی میام اینطوری اینو آروم میکشمش بیرون و خب حالا چیکار میکنم در عین حال که این داره میاد بیرون؟ خب اول اینکه میام یکم به پوزیشن این آفست میدم. خب میگم یه همچین حالتی پیش بیا و بعد میگم ببین تو من الان قبل اینو که نمیبینم اینا رو اینطوری میکشم میگم جلو. خب میگم الان مثلا اینجا که این لایه ها معلوم نیستن که، تا جایی که معلوم نیستن که اصلا این لایه ها رو نمیخوام، اینا حتی اینجا هم نیاز دارن، این باید از اول باشه، نمیشه کاریش کرد. ولی چه تصویرش مهم نیست، اصلا مهم نیست چی و چه جوریه و چه جوری. خب اوکی حتی من حالا میام چیکار میکنم میگم پوزیشن باید بیاد کجا، باید بیاد رو این یکی تصویره. خوش مشکل داره اشکال نداره، کاری که میکنم اینه که والو بزرگ میکنم به همین راحتی و زیبایی و شیرینی و الان میتونم با پوزیشن اینطوری راحت بیام اینو سنتر کنم. اما الان شاید واسهتون سوال پیش بیاد که خب اوکی تو الان این کارو انجام دادی ولی خب روتیشن چه جوری باید بخوره؟ الان روتیشن هم با هم دیگه حل میکنیم. یه کوچولو از این ور این ور اینو میکشیم. خب دقت کنید که به پوزیشن آفست دادم و حالا میام یه نال آبجکت جدا دوباره میسازم. خب و اگه دقت کنید حتی دارم به ریز موشن هامم آفست میدم و اینو وصل میکنم به این و روتیشن رو دوباره میام جداگونه با یه آفست دیگه ایجاد میکنم. اوکی یعنی این روتیشنه باید اینجوری با یه آفست خیلی ریزی اتفاق بیفته. ولی بچه‌ها به این دقت کنید که گرف‌ها همشون باید یکی باشن و می‌بینید که الان یه حرکت خیلی نرم و زیبا من اینجوری اینجا دارم و تو دل این که این اسکیل دوباره داره تموم میشه من باید دوباره یه نال آبجکت جدید بسازم. خب و دقیقاً اینجا داره این اسکیل تموم میشه دیگه. خب باید آروم آروم دوباره بیام یه اسکیل بزنم و این دفعه چیکار کنم؟ زوم اینش کنم. فقط باید دقت کنم که این نال آبجکت آخریه باید پرنت باشه به این و زوم اینش کنم. اوکی حالا با اینم میتونم یکم بیام پوزیشنش رو مثلا فیکس تر بکنم و الان میبینید که خیلی تمیز و راحت چیز میشه. اگر که بیام گرافش هم درست بکنم در عین حال که اون اسکیل داره تموم میشه این شروع میشه. فقط بعد اینو اینطوری بکشمش تو بیشتر تو دلش باشه، حتی بیشتر تو دلش باشه و میبینید که چقدر نرم و تمیز ما سویچ داریم به یه تصویر دیگه. یه همچین حالتی حتی من میتونم الان یه دابلیکیت الان بهتون اینجا رو نشون بدم. یه دابلیکیت از این میگیرم اینجا اول فیکسش میکنم جاشو، مثلا میگم آقا تو اگر بخوای سنتر باشی و وسط باشی باید یه همچین حالتی باشی و بعد اینو میام اینطوری اینجا دوباره جایگذاریش و ببینید یه همچین اتفاقی میفته. و حالا اول اگه من تایم اینو یکم بعد 10 ثانیه بیشتر بکنم، اول میام اینو کامپوزیشن ستینگ و 10 ثانیه رو میکنم 20 ثانیه و همه اینا رو باید بکشم و ادامه بدم. این لایه والمم باید بیام بکنمش 20 ثانیه که بتونم به اندازه‌ای که میخوام ادامهش بدم. میتونم اینطوری والمم از اینجا ادامه بدم و این لایه ها رو اینطوری تا اینجا ادامه بدم. حالا من یکم خراب ادامه میدم. اون لایه ها هم که ویدیوها من بیشتر از اون کشیده نمیشن اصلا. خب پس من اول اینا رو فیکس میکنم بعدن دیگه اینا رو مجبورا دیگه اوکیش میکنم، نگران نباشید. حالا یه همچین اتفاقی میفته، اینطوری یه حرکت خیلی نرم و تمیز میخوره و دقیقاً زمانی که دوباره این داره تموم میشه میریم سراغ ترانزیشن بعدی. ببین اگه نگاه کنید من اصلا فرصت نمیدم که موشن قبلی تموم بشه. به محض اینکه موشن قبلی تموم میشه میرم تو حرکت بعدی. الان دوباره یه نال آبجکت جدید میسازم، دوباره رنگ اینم فیکس میکنم و اینجا اسکیل دیگه میخوام بزنم و این اسکیل رو اول اینو وصل میکنم
پرنت میکنم اینجا و بعد اینطوری این اسکیل رو میزنم و این اسکیل دوباره از چون میخواد ترانزیشن باشه دیگه دوباره از یه پترنی استفاده میکنه که اون پترن هم اینجوری که سنگین یه دفعه چیز میخوره. بذارید ببینم تصویر تا کجا هست. تصویر تا اینجاست. بذارید ما هم ترانزیشن رو اینجوری بزنیم و خب دقیقاً جایی که تصویر تموم میشه ما هم میریم روی ترانزیشن. اوکی و از اینجا به بعد دوباره نمیخوام و دوباره همون تکنیک قبلی رو ایجاد میکنم. و اگر دقت کنید من الان اینجا نگاه کنید این گرف من فقط میخوام منطقه رو بهتون برسونم که درک کنید. دوباره داره آروم آروم کم میشه و اینجا این گراف داره آروم آروم زیاد میشه. دوباره سرسره این داره تموم میشه و این سرسره میاد روش آروم آروم سوار میشه. دوباره مثل اینه که تو داری میدوی وسط دویدن میای مثلا اون چیزی که دستت رو میدی به نفر بعدی به جای که وایساده باشه تو وایسی بدی بهش اونم داره هم سرعت تو میدوه باهات. خب بعد یه جایی تو اینو توی دویدن برمی‌داری میدی به اون نفر جلویی و اون نفر جلویی شروع میکنه به دویدن خودش. خب با نفس و جون میدوه براش. والا میبینید که خیلی راحت ما میریم روی ترانزیشن و حالا ترانزیشن قراره چی باشه؟ ترانزیشن قراره یه چیز خیلی راحت باشه. ما اینو دوباره اول از همه این که ما CTI میاریم عقب اینا رو اول میکشونیم به عقب. خب چون اصلا محتویات دیگه مشخص نبوده دیگه محتویات چیزای دیگه. اول اینکه من اون بالایی‌ها رو فعلا پاکش نمیکنم ولی نیازش هم ندارم. خب میفهمید چه یه جایی یه دفعه میبینید نیاز پیدا میکنیدشون و به خاطر همین من اون دفعه که پاک کردم سر یه چیزی نیاز پیدا کردمشون دهنمو سرویس کرد. سر همون پاکش نمیکنید نگرش میداریم. حالا میام اینجا اول اینکه من پوزیشن نمیخوام چیز داشته باشه روتیشن میدم سکانس بعدیم رو انتخاب میکنم با پوزیشن و اسکیل. یکم هم دیدید روتیشن دادم که فقط جاش تغییر بکنه و اینو اینطوری میام تو جایی که میخوام به این شکل میذارم. خب مثلا اینجا به نظرم الان باید عالی باشه و حالا فقط کاری که میکنم اینه که قبل از اینکه هر موشنی بدم انکر پوینتشو برمیدارم میارم میذارم این وسطش اینجا که از اینجا تغییرات اعمال بشه و حالا خیلی راحت‌تر میتونم دستکاریش بکنم. این الان باید اگه بخواد وسط باشه و سنتر باشه باید اینطوری بیاد اینجا این باید بیاد اینجا یه همچین حالتی و از بالا پایینم یکم باید چیز بشه و یکم اسکیل بخوره. حالا میایم میگیم چی؟ میگیم اینطوری. فقط بچه‌ها یه چیزی رو خیلی دقت بکنید. من دارم یه کاری انجام میدم یه تکنیکی انجام میدم که این تکنیک خیلی اهمیت داره. و تکنیک چیه؟ تکنیکی که خیلی برای ما اهمیت داره این موضوعی که من دارم اینجا یه دونه مین کنترلر ساختم که دارم از اون مین کنترلر همیشه برای جابجایی استفاده میکنم و اون کی نال ابجکت اضافه هایی که میسازم برای حرکت های سکندری رو دست نمیزنم و فقط نگهشون میدارم که اگر یه جای نیاز داشتم تغییری اعمال بکنم یا ازشون استفاده بکنم. ولی نگاه کنید همه اینایی که دارم سکانس های جدید رو میچینم قابشو با اون مین کنترلرها دارم میسازم و به اصطلاح میچینم. فکر میکنم اینه اون چیزی که ما داریم. نه آره این والمون اینجا تموم میشه. آفرین. به جای اینکه اونو بیام جابجاش بکنم بعد دقت بکنید لایه ها به هیچ عنوان نباید جابجا بشن بچا. و این کدومه داره تموم میشه؟ خب من اینو میارم دوباره این اول. دلیلش هم اینه چون من اصلا اینو اگه نگاه بکنید با دیتیل نمیبینم. اصلا مخاطب حس نمیکنه که چه اتفاقی داره اینجا میفته. این چیه که داره خراب میکنه؟ آها لایه های بعدی کم زودتر دارن میان. باید دقت بکنید که اینا روی همدیگه نیفتن به هیچ عنوان و این دقیقاً همچین اتفاقی میفته. حالا من میام میگم ببین شما هم باید اینجوری یه اسکیل این شکلی بخوری. چرا این انقدر زود داره تموم میشه؟ و آها دارم کی فریم رو خیلی فاصله‌شو زیاد میکنم. کی فریم باید در این حد باشه. اوکی. و این که اینطوری میخوره بره رو بعدی یه همچین حالتی و دوباره تو بعدی تا این تموم نشده. الان من دیگه نمیخواد کی نال ابجکت جدید بسازم. همین نال ابجکت ها استفاده میکنم. دیتاهای قبلیشو پاک میکنم چون در اصل اصلا یه چیز جدیدن. تا بیادیم تموم بشه اینجوری میریم روی تصویر بعدی. فقط قبل از اینکه انیمیشن بدیم انکر پوینت ها رو بچه‌ها حواستون خیلی باشه که انکر پوینت دوباره بعد اینجا باشه. من ببینم اول پوزیشنش نباید هیچی داشته باشه و انکر پوینت ها رو با دقت جایی که باید میذاریم که اسکیل پوزیشنمون درست بخوره. دوباره دل این قبلیه میام چیکار میکنیم؟ یه دونه
اسکیل مجددا میدیم بهش یا همچین حالتی و تا اون یکی تموم نشده این یکی رو استارت میزنیم و اگر که دقت بکنید اینو ببینید اینجا آروم آروم داره تموم میشه و اینجا آروم آروم داره شروع میشه. دوباره همون بساط سرسره که از اون اول ویدیو دارم راجبش صحبت میکنم. تا ویدیو تموم میشه ما اینجوری میندازیمش رو یکی و ترانزیشن بعدی رو میزنیم و دوباره از اینا رو همه رو از اینجا کات میکنیم، میریم سکانس بعدی. تو سکانس بعدی دوباره میام مین کنترلرمو پیدا میکنم. مین کنترلرم اینه. همه کی فریماشو تاگل انیمیشناشو خاموش میکنم چون دیگه نیاز نداره که تاگل انیمیشنی داشته باشم و با پوزیشن و اسکیل میام سکانس بعدیمو پیدا میکنم. الان میبینید اصلا لایه‌های دیگه اصلا اهمیتی نداره چون اصلا مخاطب نمیبینه اون لایه ها رو. خب حتی مثلا مثل این لایه، الان این لایه مشکل داره. خب خیلی راحت من اینو میتونم اینطوری بکشم این شلو اینجا بذارمش ولی دقت کنید که روی لایه‌های قبلی نباید بیفته، دقیقاً تو شروع باید باشه. ولی دیگه مخاطب نمیفهمه این کجای اون لایه هست که کجای اون ویدیویی که پس اهمیتی نداره. این ویدیوها رو هم که ما اصلا نرسیدیم دقیق ببینیم. خب پس شما دوباره همه رو میتونید بکشونید اول چون مثلا اینو شما هیچ جای این ویدیو با دیتیل اون ویدیو اون سکانس رو ببینید اصلا اینو ندیدید. پس یعنی مهم نیست اگر من دوباره برگردونم لایه رو از اول. یعنی من 3-4 تا از لایه ها رو هی دارم تکرار میکنم و هی میکشونمشون تا هر سکانس اول به خاطر اینکه از اول به خاطر اینکه موضوع اینه که انکر پوینتش رو اول درست کنی. موضوع اینه که خیلی وقتا اصلا ببین شما الان مثلا اینو اصلا نمیبینید چون 20,000 بارم اینو هی ببرید دوباره از اول لوپش کنید اصلا معلوم نمیشه که اون کدوم قسمت این ویدیوه که مخاطب اصلا بخواد بهش توجه بکنه. پس به این نکته دقت بکنید. خیلی هم نمیخواد خودتون رو اذیت بکنید سر اینکه مثلا ویدیوی طولانی پیدا کنید و ویدیو رو اوکی بکنید و اینا. با خیال راحت کارتون رو انجام بدید و مطمئن باشید که همه چی اوکیه. خب من دوباره اینجا همون پترن رو اعمال میکنم و یه اسکیل اینجوری بهش میدم خب و فول فریمش میکنم که مثلا فوکسمون بره روش. ببینید که این دوباره داره اینجوری تموم میشه و این میاد چفت میشه. دقیقاً داره این حرکت رو ایجاد میکنه. پس من یا بساط سرسره است یا دارم دیوار که نه چی رو میسازم، یه قله میسازم. پس سرسره و قله چیزی ما توی این ویدیو خیلی ازش داریم الهام میگیریم. هر جایی هم گفتن چی ما قانون سرسره و پله داریم. دوباره میام اینجا این کی فریم و دیتا ها رو پاک میکنم. نال ابجکت هایی که هست دیگه نال ابجکت نمیسازم و گفتم پاک نمیکنم به خاطر اینکه بعضی یه دفعه میبینید یه جای نیازش دارید اذیتتون میکنه و میگید چه اشتباهی کردم پاکش کردم. خب نال ابجکت این که اصلا تو جای درستش هم هست اصلا نمیخواد تغییرش بدم و میام اسکیل میدم. این دفعه دوباره تو دل همون بعدی دوباره میرم روی چیز بعدی و میخوام بین عکسای مختلف و به اصطلاح شواهد مختلف جابجا بشم. اینطوری میاد و بعد دوباره میره روی بعدی. میبینید که خیلی نرم هم یه اسکیل میخوره هم دوباره میتونیم بریم روی ترانزیشن بعدی. دوباره لایه ها سلکت از اونجایی که ترانزیشن میخوره کات میخوره همه چی میاد بالا. و خب بچه‌ها من یه چیزی که باید بگم اینه که کامرام خاموش شد و خب اصلا اشکال نداره. خب توی این قسمت من دوباره میام چیکار میکنم؟ میام اینجا دوباره مین کنترلر رو ایناشو خاموش میکنم با پوزیشن و اسکیل میام فیکس میکنم حلش میکنم. اینو اول جاشو اوکی بکنم ببینم کجاست. میادش این بالایی و به عنوان آخرین چیز که این میشه دیگه میادش اینجا. من اینو میخوام دوباره یه کوچولو روتیشنش هم تغییر بدم خب که مثلا اینطوری باشه که همه قابا یکسان یه شکل نباشه. اینو میارم اینجا و دوباره نال ابجکتش رو اول میام انکر پوینتش رو میذارم وسط این فریم که اوکی جابجا بکنه برامون همه چی رو و حالا میام جابجاییشو ایجاد میکنم اسکیل میدم اوکیش. و میبینیم اون نور پردازی چقدر خودش رو داره نشون میده. دقیقاً موضوع این که میگم نور پردازی سینماتیک که بعضی وقتا خیلی کمکتون میکنه اینه. حالا خیلی یه تکنیک خیلی کوچیک و راحت میتونه اینقدر کار شما رو قوی بکنه. و اینجا دوباره مشکل تصویر داریم و خب از اونجا که ما هیچ وقت اصلا با این تصویر کارم نکردیم و اصلا ندیدیمش نگرانی نداریم. دوباره میاریم اول این ویدیو رو هم حتی چون اصلا دوباره میبینید که یه بخش خیلی ریزیش معلومه که اصلا مشخص نی کجاشه که اونم برای یه قسمت خیلی کوچیکی مشخصه. ما میتونیم دوباره بیاریم از اول لوپش کنیم و اینو اینطوری فول فریمش بکنیم. فقط دقت کنید که تصویر رو من دقیقاً توی چیز دارم نگه میدارم. اینو اوکی میکنیم. این دوباره اینجوری چیز رو دیدید برعکس زدم. باید اینوری باشه چون قله اون یکی اونوره و الان اینطوری دوتا با هم دیگه چفت میشن و اینجا دیگه بعدش دیگه میادش اینجا آروم آروم باید چیز بشه و دیگه تموم بشه دیگه اینطوری و بعد دیگه
اینجا مثلا دیگه باید تموم بشه و بریم روی متنه و تایپوگرافیمون. خب که دیگه واقعا اونم کاری نداره. من میخواستم این قسمت رو اسکیپ کنم، الان همه چی رو ساخت. خب برای متن اومدم دوباره با همون فونت، مثلا من اینو مینویسم thanks for watching مثلا، خب یه همچین حالتی و فونتش رو اوکی میکنم، همون فونت اول رو میدم یه همچین چیزی، خب و رنگش هم سفید میکنم و حتی من دوباره نمیام اینو از اون چیزا استفاده کنم، یعنی فقط اینو اینجا اوکی میکنم. فقط تنها چیزی رو که من از اولش با کنترل آلت هوم یا کامند آلت هوم و کامند یا کنترل هوم میارمش وسط الاینش میکنم، خب اندازه‌شو فیکس میکنم. تنها چیز اینه که ترانزیشن باید بدم بهش، که ترانزیشن هم خیلی راحته. میام تو انیماتور اون تکستم یه اوپاسیتی بهش میدم، اوپاسیتی رو 0 میکنم و استارتش رو میام از 0 به 100 مثلا تو یه تعدادی میبرم، مثلا از 0 به 100 و میبینید که یه همچین اتفاقی میفته. کی فریماش هم خیلی لینیر باید باشه، اصلا هیچ چیزی بهش نباید بخوره که حالت تایپ شدن بده. اوکی، یه همچین حالتی مثلا نرمی نباید داشته باشه. حالا سرعتش رو خودتون تنظیم میکنید و حتی از اینجا به بعد دیگه نمیخواد من انجامش هم بدم، فقط باید بیام این VHS لوک رو پیدا بکنم که ساختم، کپی بگیرمش و چون چیز دیگه حتی میتونید به عنوان یه پریست هم سیوش بکنید. خب اصلا همینطوری میتونید خودتون بسازیدش به راحتی و همینجا دوباره کپیش کنید یه همچین حالتی و میبینید که الان دوباره همون استایل رو اینجا هم دارید. و در پایان قضیه من میخوام همه این به اصطلاح چیز مینمو بندازم تو یه کامپوزیشن دیگه برای اینکه یه لوک کلی بهش بدم. اونم این که این تکسته که خودش لوک VHS داره، پس از بعد از این دقیقاً از شروع اینجا خب یه ادجاستمنت لیر درست میکنم. البته به همش میدم ادجاستمنت لیر رو، بعدم میام فیکسش میکنم. فقط یه پین میذارم بدونم اینجا میاد شروع این لایه. یه نویز اول از همه بهش میدم و نویزه رو میذارم روی 12 و این تیکشو برمیدارم. اوکی، تو قسمت بعدی میام یه دونه پسترایز بهش میدم و پسترایزمو میذارم 18 فقط به خاطر اینکه یه خرابی ریز رنگ بده. خب توی قسمت بعدی میام یه دیپلو به کلش میدم، ولی با تفاوت اینکه این دیپلو باید خیلی کم باشه، مثلا 100 و یا مثلا 250 و این عدد باید روی مثلا 3 دهم باشه، 2 دهم باشه، خیلی کم، یا حتی 1 دهم باشه، فقط برای اینکه یه حاله اینجوری ایجاد بکنه. و اینم بکنیمش 100، حتی بکنیمش 50، خیلی کم، فقط یه حاله اینجوری. اوکی، و اینو میتونیم بکنیم 2 دهم یا نه. اوکی به نظرم. اگر خواستید میتونید اد بذارید، میتونید اسکرین، و اینم دقت کنید که من دارم از دیپلوی 2 استفاده میکنم. حتما اگر خواستید میتونید لینکش رو از دسکریپشن پیدا بکنید. من اینو میذارم روی اد واسم، نه البته میذارمش رو اسکرین واسم حالت جنایی بیشتری داره. خب و این دیپلو رو میخوام جداگونه بندازم روی یه لایه دیگه، اسمش هم میذارم دیپلو که مشخص باشه. خب اینم میذارم رست که بدونم بقیه‌شه. خب این دیپلو رو میام 50% میکنم که خیلی چیز نباشه، یا مثلا اوکی. خب اینجا الان تا اینجا اوکیه و حالا میخوام از یه پلاگین دیگه استفاده کنم که لینکش رو داخل دسکریپشن میذارم که اونم کویک کروماتیک ابریشنه. خب که اگر میام ابریشنش و پوزیشنش رو جابجا بکنم میبینید یه حالت به اصطلاح یه حالت ابریشنی بهش میگه، یه کروماتیک ابریشنی میگیره که مثلا 4 اینا اوکیه یا 3، خیلی هم نباید زیاد باشه، خیلی هم نباید کم باشه و به نظرم الان اوکیه. اگر خواستید میتونید یه پسترایز تایم هم بدید بهش، ولی عددشو مثلا یه 3-4 تا کم بکنید، خیلی نباید FPSش تغییر بکنه، مخصوصا چون ویدیوها رو کم کردی. حالا یه چند تا اوورلی هم میخوام روش بندازم که حرفه‌ای‌تر بکنه کارمونو. یکیش وایت داته که اینه که من اینو میذارمش روی اسکرین که میبینید فقط یه دات میندازه، فقط اولش یه اینترو داره که اون اینترو نباید باشه، یه همچین حالتی. و بعدی هم باید کپی بگیرم، اول البته اوکیش میکنم، روشنش میکنم و اینم یه فیلم گرانج، یعنی اینطوریه که یه حالت VHS دمیج میزنه که من اوپاسیتیشو دوست دارم بذارم رو 50 نصف که خیلی هم زیاد نباید باشه که کارو خراب بکنه، حتی 30 که لول کارو نیاره پایین. خب و کپی میگیرم و از این بالا بهش اضافه میکنم و در نهایت میرسیم به متن که یه همچین چیزیه. و در پایان قضیه من میخوام همه این به اصطلاح چیز مینمو بندازم توی یه کامپوزیشن دیگه برای اینکه یه لوک کلی بهش بدم. اونم این که این تکسته که خودش لوک VHS داره، پس از بعد از این دقیقاً از شروع اینجا. خب یه ادجاستمنت لیر درست میکنم. البته به همش میدم ادجاستمنت لیر رو، بعدم میام فیکسش میکنم. فقط یه
پین میذارم بدونم اینجا میاد شروع این لایه. به اولین چیزی که میخوام بدم یه نویز میخوام بدم برای اینکه حالت چیز بشه. کنسولم کار نمیکنه، به طرز عجیبی کنسولم کار نمیکرد کلاسه. خب یه نویز اول از همه بهش میدم و نویزه رو میذارم روی 12 و این تیکشو برمیدارم. اوکی. تو قسمت بعدی میام یه دونه پسترایز بهش میدم و پسترایزمو میذارم 18 فقط به خاطر اینکه یه خرابی ریز رنگ بده. خب توی قسمت بعدی میام یه دیپلو به کلش میدم، ولی با تفاوت اینکه این دیپلو باید خیلی کم باشه، مثلا 100 و یا مثلا 250 و این عدد باید روی مثلا 3 دهم باشه، 2 دهم باشه، خیلی کم، یا حتی 1 دهم باشه، فقط برای اینکه یه خاله اینجوری ایجاد بکنه. و اینم بکنیمش 100، حتی بکنیمش 50، خیلی کم، فقط یه خاله اینجوری. اوکی. و اینو میتونیم بکنیم 2 دهم یا نه. اوکی به نظرم. اگر خواستید میتونید اد بذارید، میتونید اسکرین، و اینم دقت کنید که من دارم از دیپلوی 2 استفاده میکنم. حتما اگر خواستید میتونید لینکش رو از دسکریپشن پیدا بکنید. من اینو میذارم روی اد واسم، نه البته میذارمش رو اسکرین واسم حالت جنایی بیشتری داره. خب و این دیپلو رو میخوام جداگونه بندازم روی یه لایه دیگه، اسمش هم میذارم دیپلو که مشخص باشه. خب اینم میذارم رست که بدونم بقیه‌شه. خب این دیپلو رو میام 50% میکنم که خیلی چیز نباشه، یا مثلا اوکی. خب اینجا الان تا اینجا اوکیه و حالا میخوام از یه پلاگین دیگه استفاده کنم که لینکش رو داخل دسکریپشن میذارم که اونم کویک کروماتیک ابریشنه. خب که اگر میام ابریشنش و پوزیشنش رو جابجا بکنم میبینید یه حالت به اصطلاح یه حالت ابریشنی بهش میگه، یه کروماتیک ابریشنی میگیره که مثلا 4 اینا اوکیه یا 3، خیلی هم نباید زیاد باشه، خیلی هم نباید کم باشه. و به نظرم الان اوکیه. اگر خواستید میتونید یه پسترایز تایم هم بدید بهش، ولی عددشو مثلا یه 3-4 تا کم بکنید، خیلی نباید FPSش تغییر بکنه، مخصوصا چون ویدیوها رو کم کردی. حالا یه چند تا اوورلی هم میخوام روش بندازم که حرفه‌ای‌تر بکنه کارمونو، و من میخوام تو این پروژه از 2 تا دونه اوورلی دیگه هم استفاده کنم که تحت عنوان یکیش وایت داته که اینه، که من اینو میذارمش روی اسکرین که میبینید فقط یه دات میندازه، فقط اولش یه اینترو داره که اون اینترو نباید باشه، یه همچین حالتی. و بعدی رو باید کپی بگیرم، اول البته اوکیش میکنم، روشنش میکنم. و اینم یه فیلم گرانجه، یعنی اینطوریه که یه حالت VHS دمیج میزنه که من اوپاسیتیشو دوست دارم بذارم رو 50 نصف که خیلی هم زیاد نباید باشه که کارو خراب بکنه، حتی 30 که لول کارو نیاره پایین. خب و کپی میگیرم و از این بالا بهش اضافه میکنم و در نهایت خروجی نهاییمون یه همچین چیزی میشه. میبینید که اون کروماتیک ابریشن رو همه چی داره تاثیر میذاره و میتونیم لوکش رو هم یه همچین چیزی بسازیم در کنار انیمیشن ها. فقط یه چیز دیگه میمونه، اونم اینه که این جایی که داریم جابجا میشیم، خب بین این فریم ها باید چیکار کنیم؟ باید بیایم و جایی که داریم میریم فریم بعدی، مثلا اینجا، خب دقیقاً جایی که فریم جابجا میشه یه adjustment layer باید بسازیم و اینم میذارم TR، یه دور میسازیم برای همه استفاده میکنیم. یه اکسپوژر میدیم و اکسپوژر رو میایم مثلا لایه رو بعد اول دقیقاً جایی که میخواد شروع بشه بذارید. البته باید مثلا بگیم اکسپوژر از یه میزان زیادی بیاد به 0، مثلا از 3 یا از 4 یا 5، 4 مثلا، یا همون 5 اوکی، یا 4 خیلی هم زیاد بیاد که یه حالت فلش چیز درست بکنه. و مثلا اینو میذاریم مثلا 2080 که شروعش سریع‌تر باشه و یه همچین حالتی رو ایجاد میکنیم، مثل اینکه داره فلش چیز میخوره. میبینید یه فلش دوربین میخوره که من روش ساوند افکت دوربین گذاشتم. دوباره میایم جلو ببینیم اینجا تغییر اتفاق میفته، پس اینو میندازیم اینجا، اینطوری میشه. فقط باید تایمینگش رو دقت کنید که اوکی باشه دیگه. و این یکی کجا جابجا میشه تصویرش؟ اینجا. و به همین راحتی اینم یه کپی دیگه میگیریم، دابلیکیت رو میندازیم اینجا. 3 تا دونه ترانزیشن فلش هم باید داشته باشیم که فلش دوربین باشه. و به همین راحتی میتونید یه ترانزیشن خیلی باحال بسازید و به یه همچین خروجی خفنی برسید. بچه‌ها بازم دمتون خیلی گرم، واقعا ممنونم، یعنی واقعا از ته دل میگم، خیلی خوشحالم که دارم با تک تکتون آشنا میشم و توی این مسیر به خانواده‌مون دارید اضافه میشید و کمک میکنید که با هم دیگه رشد بکنیم. و من واقعا میبینم حمایتاتون رو و این حمایت‌ها خیلی زیاد برای من ارزش داره. منم واقعا دارم تمام تلاشمو میکنم که با کیفیت ترین چیزی رو که میتونم در اختیارتون بذارم و امیدوارم هستم که هر روز بتونم بهترش بکنم. یه سری پلن‌های خفن دیگه دارم که اون پلن‌ها رو هم دونه دونه اجرا میکنم، ولی چون یه کوچولو درگیری‌های زیادی دارم سعی میکنم که
اونا رو هم انجام بدم، ولی زمان خیلی زیادی ازم میگیره. به خاطر همون دارم آروم آروم پیش میبرمش. حتما بازم میگم اگر که دوست دارید استریم هایی رو بذارم، لایو هایی رو بذارم که توش با هم دیگه پروژه انجام بدیم و با هم دیگه سوالاتتون رو حل بکنیم و مشکلاتتون رو حل بکنیم، حتما بهم بگید که براش پلن بریزم توی همین مدت. و من بازم خیلی ممنونم از تمامی حمایتایی که تو این مدت کردید. امیدوارم که بتونم با محتوایی بهتر جبران بکنم حمایتاتون رو و امیدوارم اصلا که با این ویدیو حال کرده باشید. اگر که با این ویدیو حال کردید، کارهایی با این ویدیو انجام دادید یا ادیتی رو با استفاده از این ویدیو انجام دادید، حتما تو اینستا برام من بفرستید. اینستا هم اگه دوست داشتید داشته باشید. اگر کاری زدید خوشحال میشم که تگم بکنید که بتونم کاراتون رو ببینم و به بچهای دیگه هم نشون بدیم توی استوری. و اینکه در کل دمتون خیلی گرم. امیدوارم که تونسته باشم دقیق بهتون همه چی رو توضیح بدم و تو این ویدیو کمکتون بکنم. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدافظ. خروجی نهاییمون یه همچین چیزی میشه. میبینید که اون کروماتیک ابریشن رو همه چی داره تاثیر میذاره و میتونیم لوکش رو هم یه همچین چیزی بسازیم در کنار انیمیشن ها. فقط یه چیز دیگه میمونه، اونم اینه که این جایی که داریم جابجا میشیم، خب بین این فریم ها باید چیکار کنیم؟ باید بیایم و جایی که داریم میریم فریم بعدی، مثلا اینجا، خب دقیقاً جایی که فریم جابجا میشه یه ادجاستمنت لیر باید بسازیم و اینم میذارم تی آر، یه دور میسازیم برای همه استفاده میکنیم. یه اکسپوژر میدیم و اکسپوژر رو میایم مثلا لایر رو بعد اول اون دقیقاً جایی که میخواد شروع بشه بذارید. البته باید مثلا بگیم اکسپوژر از یه میزان زیادی بیاد به 0، مثلا از 3 یا از 4 یا 5، 4 مثلا، یا همون 5 اوکی، یا 4 خیلی هم زیاد بیاد که یه حالت فلش چیز درست بکنه. و مثلا اینو میذاریم مثلا 2080 که شروعش سریعتر باشه و یه همچین حالتی رو ایجاد میکنیم، مثل اینکه داره فلش چیز میخوره. میبینید یه فلش دوربین میخوره که من روش ساوند افکت دوربین گذاشتم. دوباره میایم جلو ببینیم اینجا تغییر اتفاق میفته، پس اینو میندازیم اینجا، اینطوری میشه. فقط باید تایمینگش رو دقت کنید که اوکی باشه دیگه. و این یکی کجا جابجا میشه تصویرش؟ اینجا. و به همین راحتی اینم یه کپی دیگه میگیریم، دابلیکیت رو میندازیم اینجا. 3 تا دونه ترانزیشن فلش هم باید داشته باشین که فلش دوربین باشه. و به همین راحتی میتونید یه ترانزیشن خیلی باحال بسازید و به یه همچین خروجی خفنی برسید. بچا بازم دمتون خیلی گرم، واقعا ممنونم. یعنی واقعا از ته دل میگم خیلی خوشحالم که دارم با تک تکتون آشنا میشم و توی این مسیر به خانواده‌مون دارید اضافه میشید و کمک میکنید که با هم دیگه رشد بکنیم. و من واقعا میبینم حمایتاتون رو و این حمایت‌ها خیلی زیاد برای من ارزش داره. منم واقعا دارم تمام تلاشمو میکنم که با کیفیت ترین چیزی رو که میتونم در اختیارتون بذارم و امیدوارم هستم که هر روز بتونم بهترش بکنم. یه سری پلن‌های خفن دیگه دارم که اون پلن‌ها رو هم دونه دونه اجرا میکنم، ولی چون یه کوچولو درگیری‌های زیادی دارم سعی میکنم که اونا رو هم انجام بدم، ولی زمان خیلی زیادی ازم میگیره. به خاطر همون دارم آروم آروم پیش میبرمش. حتما بازم میگم اگر که دوست دارید استریم هایی رو بذارم، لایو هایی رو بذارم که توش با هم دیگه پروژه انجام بدیم و با هم دیگه سوالاتتون رو حل بکنیم و مشکلاتتون رو حل بکنیم، حتما بهم بگید که براش پلن بریزم توی همین مدت. و من بازم خیلی ممنونم از تمامی حمایتایی که تو این مدت کردید. امیدوارم که بتونم با محتوایی بهتر جبران بکنم حمایتاتون رو و امیدوارم اصلا که با این ویدیو حال کرده باشید. اگر که با این ویدیو حال کردید، کارهایی با این ویدیو انجام دادید یا ادیتی رو با استفاده از این ویدیو انجام دادید، حتما تو اینستا برام من بفرستید. اینستا هم اگه دوست داشتید داشته باشید. اگر کاری زدید خوشحال میشم که تگم بکنید که بتونم کاراتون رو ببینم و به بچهای دیگه هم نشون بدیم توی استوری. و اینکه در کل دمتون خیلی گرم. امیدوارم که تونسته باشم دقیق بهتون همه چی رو توضیح بدم و تو این ویدیو کمکتون بکنم. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدافظ.